یک قصه تاریخی براتون کنم و با انشالله دعا میکنیم. واقعا سالهای 50 عصر 20 در فرانسه به وقوع پیوسته است. فرانسه شنمی فرانسیای امروزه. یک مرد مسلمان، یک حاجی با نام حاجی ابراهیم در شهر پاریس یک دکان بقالی داشته است. همون مردم همون محله از همونجا خرید میکردن شیر، روغن، شکر و آرد و مقصد اشیای زندگیشون. در همون محله یک عائله یهودی زندگی میکرده است. یک پسر داشتیم با نام جادش اگر با زبان خودمون با زبان عربی و زبان اسلامی بگیریم یهود میشود. اکو مردم اروپا جاد میگن میره. ای اودا میگن کورسا، این نام است، اسمی خاصه. بچه که 7 ساله هر صبح می اومده است از دکان حاجی اسماعیل شیر میخریده برای خونه شونه و همه هر سحر می اومده است مورد خوب یافته یا شکلات میگرفته در کیسهش میزده است میرفته. عادتش همین. بجای میدزدیده است یا شکلات همین کودک مردم قند دوست میداره شکلات. یا رو سروسیمتر میآید ای خواب خزوندیانش چشماشو شکیده دیگه نمیتونه شکلات دزدیده. در هم دهانی در شیرش حاجی ابراهیم مونده دست میگیره و خفا میگرده که حاجی صداش میکنه جاد میگه و شکلات نگرفتی روز کو؟ میگه شما میدونی من شکلات میگیرم. من میگه 6-7 ماشین میدونم. میگرفته است میدیده است حاجی و تاکیدش نمیکرده است. و گفت چرا مرا من نکرده؟ گفت از من کردن تو چی فایده؟ اگر خداوند که تو را هدایت نکنه و این کاری بد بس نکنی آخه این جماعت بکده میره اید دکان دیگر دزدی میکنی. گفت حاجی گفت من به شما وعده میتونم که دیگه دزدی نمیکنم ای دکان شما. گفت تو با من نه به خدا وعدته که اصلا دزدی نمیکنی. دزدی جنایت های. نصیحت بگیری. فرزند خدا نصیحت نمیکنی. دزدی جنایت های. گفت با این مرد کم وعده کرد که من دیگه دزدی نمیکنم. یا شکلات خودش برآورد دادش. هر سحر می اومد از شیر میگرفت است حاجی هم یا شکلات خودش میداد استش. سالها میگذره اگه این رفیق شید است خدا که شیرینی دادی جورا نمیشه وقتی این مسافرها بهوده ای معرکو شکلات رو در کیسه نمیزنن بیارن نواسو را بتن و برای دیلیوی هستی. هر مشکلی که به سر ایجاد می اومده است حتما پیش همین حاجی می اومده. خواه درصد سپاریده نتونه، خواه یکون بچه قدی گپش بگریزه، هر مشکلی در حیات می اومده است این حاجی را میگفته است یا لحظه صبر کن. یک کتاب داشته است کتاب باز میکنه چیزی میخونه و بیان مصلحت میده. قدرت خداوند همون مصلحت همین خیلی با مورد خشروی میگه که مشکلش حل میشود. در ذهن جاد علاقه مستور شده یک علاقه جا گرفته است که حاجی یک کتاب سحرناک داره. سالها میگذره این جاد مکتب خلاص میکنه. یهودی ها عادتا بسیار اعلی خوانند در مکتب، بسیار زیرکند. بعد ختم کردن مکتب داکومنت را در گاروارد میسپاره. این گاروارد یک مکتب عالی است در شهر بوستون امریکا. یکی از میگن مکاتب عالی از همه با قدرترین پرستیژی ترین حساب میکنن. حتی یک گپ است که میگن کسی گاروارد ختم کرد اتوماتیک که الان میلیونر میگوید و برای در هر فیلم کارش میگیرن. این جا در همونجا داخل میشود. 2 سال پای در پای همونجا بوده است. بعد 2 سال به خونهشون پاریس میآید خبرگیری. نزد دوستش ابراهیم میآید خبرگیری که دوستی من چه حال داشته باشه. میآید که در دکان پسر ابراهیم شیشته است. وقتی از ابراهیم پرسان میشود پسرش میگه که خدا رحمتش کنه. دعوت خدا را لبیک گفت رفت. زیق میشود جان. میگن که برای شما یک چی وصیت کرده است. یک لحظه صبر کنید و وصیت هم میرسونه. این وصیت رسوندن واجب است. امر میکنه از خونش میروند یا دیپلمات میورن. دیپلمات هم میدونه نه سونکای مخصوص برای نمی کتابگیری و برای پولگیری میورن. دیپلمات هم میتنش خونه میوره جاد دیپلمات هم میکشویا همون کتابی سحرناک همون کتابی که حاجی میخونده مشکلایی را حل میکرد باز میکنه خونده نمیتونه. خطی لاتینی نیست. یک رفیقی مراکشی داشته است نزد همون میروه که همین حاجی رحمتی برای من کتاب مونده است خوبی نیچه کتابه میگیرم میکشویش میگه قرآن. جاد میگه نماجد بید و نخود در قرآن مشکلای من نوشتگی باشه.
سودا میگه در قرآن مشکلات تمام زندگی و حیات و ممات نوشتگی است. مشکلات کائنات همش در قرآن است. جمیع العلم فی القرآن لکن تقاصر عنه افهام الرجال. تمام علوم در قرآن هست، عقل انسانان هم میگیره. یک چیزی را کشف کردن اگر کشف شد بعد یا میگن سبحان الله اوی در قرآن بود است. کو انسان خاصیتش همین است. جاد هوسمند میشه، قرآن را میخونه، اول به زبان فرانسوی، بعدا آیسته آیسته میآموزه به عربی یادش میگیره. در مدت 3 سال به هدایت خداوندی همه جا قرآن حفظ میکنه، مسلمان میشه. این جای افسانه گویی نیست، اصلا مسجد جای افسانه نیست. این آدم دکتر جادالله قرآنی نام داره. سال 2000 جایزه شاه فیصل در همین دکتر جادالله قرآنی دادگیان. با از همه خدمت کرده ترین در اسلام همین جایزه سپاریده میشه و این مثل جایزه اسکار است. همین دکتر سال 2000 سزاوار همین جایزه شده است برادران. وقتی مسلمان شد همین یهودی بچه نامش جادالله ماندن و از بس که قرآن در 3 سال حفظ کرد جادالله قرآنیش میگن. با شرافت دعوت دکتر جادالله قرآنی 6000 نفر در فرانسه دین اسلام قبول کردند. نصرانی ها برادرای عزیز با این اکتفا نمیکنن. رسپوبلیکای آفریقای جنوبی میکوچه میآید. یوار در مدت 3 سال در یوار، همون سال 2000 یوار اومده است، در مدت 3 سال با شرافت دعوت دکتر جادالله 1 میلیون زنگی از قبیله زلوس دین اسلام قبول میکنند. الله اکبر. در سن 53 سالگی خدا رحمت مغفرتش کنه ایما جوانتر بوده است. دکتر جادالله قرآنی در شهر پریتوریا از دنیا میگذره، حالی در همین رسپوبلیکای آفریقای جنوبی در شهر پریتوریا قبرش است. مسلمانایی که از با خبر و آگاه هستن وقتی که رفتن زیارت میکنن قبرش. با قدر این حیات رسیدن در کار، با قدر علم رسیدن در کار، با قدر دین رسیدن در کار، با قدر آزادی رسیدن در کار، با قدر آبادی رسیدن در کار. قدر شناسیش چی است؟ عبادت خدا، اصلاح خاندان، اصلاح جامعه. 1 ماه 1 هفته نه 2 هفته سوال و جواب میکنیم. در ماه شریف رمضان من وعده کرده بودم که 1 هفتهش انشالله دوملو ابراهیم صحبت میکند، 1 صحبت دیگر 1 هفته دیگرش انشالله صحبت سوال و جوابش ما با عهده میگیریم. امروز طبق همون وعده کردگی خیش من میخواهم که به بعضی سوال ها پاسخ بگم، با انشالله خیلی در ضمن میبینیم. از بس که مکتوب های زیاد جمع شده است، راستی من نمیدونم که تاریخ این مکتوب ها کی نوشته شدند، اما در دست ما هست، امانت است. انشالله باید امانت به امانتدار سپریده شود. خب یک برادر نوشته است: السلام علیکم دوملای محترم، من یکی از مخلصان دائمی شما هستم. الحمدلله که ما اهل مسجد از زبان شما بسیار مسئله های حتی مرکب اسلام را شنیدیم و تعلیم گرفتیم، اما متاسفانه دوملای محترم اکثریت جوانان فرض واجب و سنت های طهارت، غسل، نماز را نمیدانند. در وقت طهارت مشاهده میکنم بعضی جوان ها مسح سر را که فرض است درست کشیده نمیتوانند، یا در وقت رکوع کردن میکه ها بالا شده پشت ها حتی دنبه هایشان نمایان می شود. ترک فرض میکنند. نماز را با خشوع و تضرع نمی خوانند. در نماز حرکت های بیجا میکنند. قومه و جلسه را بجا نمی آورند. حضرت داملا از شما احترامانه خواهش داشتم که همین مسئله ها را به ما مردم عوام میفهماندید. التماس مسئله های ضروری است، رد نکنید. خداوند تیغ زبان شما را برا بگرداند. از قلمش معلوم است که خیلی دانشمند است. چه عوام میگونه که بسیار شخصی ورزیده هم هست. راستی که در موضوع طهارت، در موضوع غسل صحبت ها زیاد کرده ایم، هم دهانی شفاهی هم عملا برای برادرای مسلمان تعلیم داده ایم.
انشالله این گمان میکنم موضوع طهارت اشکال ندارد. از همون شخصی که باری اول طهارت کردن و نماز خواندن برامون تعلیم داده است، اگر ما سوال کنیم برامون میفهمونند. من گمان میکنم که اگه در این موضوع باز از سر نو صحبت شروع کردن مثل آن است که با دانشجویان مکتب عالی از سر نو کرات تعلیم دهی، همون خیلی است. خب اما در مسئله خشوع تضرع راستیست بسیار سوالی بجای داده است. در مسئله همون مایکه ها بسیار سوالی بجا داده است. اما ما در مسئله پوشیدن لباس های تنگ 1 ساعت صحبت داشتیم با شما. انشالله اگر همون فتاها ها را دسترس کنه، همون دیسکارا در همونجا بسیار مفصل خشوع حکم نمازشون هم نوشته شده است، حکم پوشیده شدن همون لباس ها هم نوشته شده است. این موضوع را گفتیم. موضوع خشوع تضرع در نماز یکی از موضوعهای بسیار بسیار مهم است. راستی که در نقشه ما بود که بعدی گفتن حکم نماز، حکم تاریک الصلات، حکم جماعت، حکم تاریک الجماعه، در موضوع تضرع، خشوع، شکست نفسی، بندوار نماز ادا نمودن با شما یک صحبت داشته باشیم. انشالله این سوال هم بسیار سوالی به مورد است و چخیلی که برای آدمای دقیق نظر پوشیده نیست. منم مخصوص همین سوال از بین سوالات جداگانه موندم که هم با موضوع موافقت کنه، هم پاسخی به سوال ها شود. با یک تیر انشالله 2 نشان میزنیم. هم از صحبت هر هفته اینه خود دور نمیافتیم که موضوع نماز است، هم با سوال های این برادر که راستی شاید که به صبرانه پاسخ سوالی خود چه انتظار میکشد جواب گفته باشیم. خداوند متعال در قرآن عظیم الشان وصف بندگان مؤمن را میکند. در سوره مؤمنون، این سوره با نام مؤمنون یاد می شود. حضرت خداوندی می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون. به تحقیق به شک تردید رستگار شدن مؤمنان. افلح ای فاز ای بلغ المطلوب، یعنی که به مرادش رسید، غالب آمد به مراد انتهاییش، مقصد غرض انتهاییش که وارد شدن به جنت المأوا است، رسیدن به رحمت و راحت و بخشش خدا است. این مرد رسید، مؤمنا رسیدن و خدای تعالی مؤمنا را وصف میکند. الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مؤمنان کسانی هستند که در نماز خویش خشوع کنندگانند. بعد یک 15-20 صفت دیگری مؤمنان از یک لو به ترتیب می آید، اما آن از موضوع صحبت ما خارج است. ببینه اول چیزی که از مؤمنان خداوند متعال در ضمن این سوره بزرگ بیان کرده است، مؤمنان کسانی می باشند که در نماز خویش خشوع کنندگانند، خاشع هستند. خاشعون ای خائفون. خشوع چی معنی دارد؟ یعنی ترس، هراس، بیچارگی، شکستگی. پس مؤمن حقیقی کسی را میگن که وقتی که در نماز ایستاد داند که در حضور کی می ایستد، با کی مناجات میکند، مورد نظر مورد مناجات او چی ذاتی بزرگ است. اگر همین تصور در عقلت پیدا شد، تمام دیگه فکر اندیشه ها همه کرا ترک میکنن، همه هاش یادت به نماز می شود، همه هاش یادت به عبادت خدا می شود. خاشعان کسانی هستند که در نماز می گریند، سبحان الله گریه میکنند. امام ابو داود و امام نسائی از مطرف از پدرش عبدالله ابن شخیر روایت میکنند که عبدالله ابن شخیر میگه آتیت رسول الله صلی الله علیه و سلم و هو یصلی و من صدره عزیز که عزیز رحا او مرجل من البکا. پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم آمدم، میگه حضرت آمدم که نماز میخوان و از سینش یک صدای خارج میشد، یک غلغله خارج میشد مثل غلغله آسیاب. آسیاب دیده که از صدا داره، یا مثل غلغله دیگ وقتی که میجوشد و بلق میکند از گریه. حضرت نماز میخوند و گریه میکرد.
در اخبار اومده است حضرت صلی الله علیه و سلم قرآن تلاوت میکرد در داخل نماز تا اینکه به این آیه، به یک آیه از آیه های سوره مائده رسید، جایی که حضرت عیسی علیه السلام به خداوند مناجات میکند: ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. حضرت عیسی میفرماید اگر پروردگارا این امت مرا که سرکش شدن، گردن کش شدن، بے فراستی کردن، پیغمبر خویش را رنجاندن، اگر عذاب شو بدی بنده های تو هستند، حق داری، زیرا ملکی توست، زیرا در تصرفی تو هستند. اما اگر گناهشون بیامرزی، مغفرت شونم کنی، هدایت شونم کنی، از دست تو میآید. تو عزیز هستی، پروردگارا غالب هستی و بسیار با حکمت هستی، چیزایی را تو میدانی که ما نمیدانیم. حضرت 20 بار همه آیه را تکرار کرده است و در نماز زار زار میگریست. هر باره که این تعذبهم فانهم عبادک و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم میخواند، میگریست. امروز گریه برای مردم ما را پبلا شده است. آخه پیش خدا که گریه نکنی از کجا رحمت خدا به جوش بیاید؟ تا نگرید طفل کی جوشد لبن، تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید کودک حلوا فروش بحر بخشایش کجا آید به جوش. کودک گریه که نکنه ای کجا در سینه مادرش سینه به شیر می جوشه. کودک حتی به یاد بعضی مادرای به تشویش به پروا نمیزنه. همون کودک یک جیانشه داریم، خدا نگهبانش باشه، ولی کلون شده است، خیلی سال پیشتر بود، ولی بالغ است. میرم کودک میدهک یک خبرگیریش میرم در ایزارش پیشاب کرده است، کودک اهل گریه نمیکنه. همون او وقتا پامپرس ای کجا بود آخی؟ سالای در نظر دارم 96 97 96 بود والله علم یا 95 بود. همین کودک بیچاره پیشاب کرده است، آب در همون لباسکاش تر شده است، در پوچهاش رسیده، سب سرخ شده است. پا پیشاب کسلته داره میدونه نه؟ همه را میسوزونه آخی. کودک اهل که گریه نمیکنه، جوانمرگ مادرش یا بار نمیاد خبرش بگیره که همین کودک چه حال داره. اگر کودک گریانچک باشه و داد فیقانش برویه 5 دقیقه پس مجبوره بیا خبرش بگیره. تا نگیریه طفل کی جوشد لبن، طفل که گریه نکنه ای کجا در سینه مادرش شیر به جوش می آید. تا نگیرید ابر کی خندد چمن، باران که نباره از کجا سبزه می دمد، از کجا زراعت می شود. تا نگیرید کودک حلوا فروش بحر بخشایش کجا آید به جوش. بعضی جوگیای حیلگر را ببینه کودک همه پوچن، کودک گریه کنه دلی مردم بسوزه یگان سون بتن. الان در نماز هم باید شخصی مسلمان گریان باشد، با تضرع نماز بخواند، با خشوع نماز بخواند، تا اینکه خدای تعالی او نماز قبول کند، تا اینکه خدای تعالی رحمت چه بالای او بنده ایثار کند. خب بعضی حتی به سوادای داریم که میگن در نماز یکی اگر گریه کردی نمازت فاسد میشود. خیلی گپورم است. آره فاسد میشود، به شرطی که تو برای رنج بدنت گریه کنی، یگان درد داری در تنت گریه میکنی، یا به شرط فاسد میشود که یک مصیبت دنیوی به سرت اومده است، در نماز برای مصیبت گریه میکنی، برای کاری دنیا گریه کنی، یا که به آواز گریه کنی، وای داد ای وای گفته گریه کنی. در این صورت البته نماز فاسد میشه. اما وقتی که تو در داخل نماز برای کاری آخرت گریه میکنی، به خاطر رحمت خدا گریه میکنی، آب دیدت میریزه، گلود محکم میشود، این رحمت است بچه ها، این مفسدی نماز نیست. آن یکی پرسید از مفتی براز، گر کسی گرید و نوحه در نماز، آن نماز او عجب باطل شود یا نمازش جایز و کامل بود. از مفتی میگه شخص سوال کرد که مرد در نماز گریه کرد، حکم نمازش چی است؟ آیا نمازش باطل می شود یا نمازش قبول است و کامل است؟ گفت آب دیده نامش بحری چیست؟ بینگری تا که چی دید او و گریست.
گفت چرا آب دیده میگن؟ با او خاطر آب دیده میگن که هم مردک چی را دیده گریست و چی خاطر گریسته است؟ آن جهان گردیده است آن پر نیاز، رونق یابد ز گریه آن نماز. اگر گریهش به خاطر آخرت باشد، به خاطر جلب رحمت مغفرت خدا باشد، به خاطر جنت باشد، از ترس عذاب دوزخ باشد، رونق یابد ز گریه آن نماز. نمازش رونق مییابد، نمازش انشالله یک ثوابش 100 ثواب می شود، بلکه 1000 ثواب می شود. ورزی رنجی تم بدان گریه و زی سوگ، ریسمان بشکست هم بکسست دوگ. اما اگر او گریه از رنجی بدن باشه، از یگان بیماری باشه یا از یگان مصیبت سگواری باشه، تحریمه نماز باطل می شود، نماز از سر نو خوانده لازم می شود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود: لا یلیج النار رجل بکا من خشیت الله حتی تعود اللبن فی الزرع ولا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان جهنم. حدیث امام ترمذی روایت کرده است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: شخصی که از ترس خدا در نماز گریه میکند، خداوند آتش جهنم بر بدنش حرام میگرداند. آتش جهنم دیگه بر او اثر نمیکند تا زمانی که شیر برگشته به پیستان ندروید. یعنی هیچ وقت شیر دیگه به پیستان بر نمیگرده. اگر در شپریز پرش کنی لغت چمکنی نمیره به جای اساسیش. ولا یجتمع غبار فی سبیل الله و دخان جهنم. و غباری که در راه خدا برداشته می شود. شخص به خاطر ادای نماز به مسجد می آید، البته که راه چنگ داره، این راههای ما حتما چنگ دارن، چنگ که نداشته باشن ایا جو بجای دیگه میره در بالای اسفل پاپشیات پری خاک می شود، ماشینت پری خاک می شود، پری چنگ هستید. اصلا اتمسفرای ما، فضای ما، انا همون غباری که در راه خدا برداشته می شود هیچ وقت با دود جهنم جمع نمی آید. یعنی خداوند او شخصایی را که به خاطر خدا، به خاطر عبادت خدا از جای به جای حرکت میکنن، ذره چند خاک از زیر قدمشو میخیزد، از آتش جهنم دور نگه میدارد، با دود جهنم آمیختشو نمیکند. انا ای است نماز خاشع برادران، نماز خشوع کننده. نماز باید با خشوع باشد، باید با تضرع باشد، باید با آب دیده باشد. روایت میکنن سری سقطی قدس الله سره. سری سقطی استاد جنید بغدادی است. شاید سری را کمتر مردم شناسند، اما جنید بغدادی را همه میداند. سید طایفه است، یکی از عارفای بسیار بلند پروازی ما، هم استادش است هم تقویش. سری سقطی روایت میکند که یک کنیز از بازار خرید، زمانایی که غلامداری و کنیز فروشی بود. کنیز گرفت آورد، به حد زیاد گریه میکرد، ناله و فغان میکرد. یک روز شبانه سری از جاش برخاسته بود، اومد که کنیز در همون حجرش گریه کنان دعا کرده است به درگاه خدا: پروردگارا، به خاطر همون محبتی که به من داری از گناهام محفوظم دار و به دیدار خیش برسانم و نمازهام به درگاهت قبول گردان. سری سقطی عالم شریعت است. از این خاطر بانگ زد به سری او کنیز که کنیز تو دیوانه ای، تو چی؟ غلط نگو، تو بگو به خاطر محبتی که من به تو دارم. تو از کجا بدونی که خداوند به تو محبت داره که میگوی به خاطر محبتی که بر من داری؟ گپ برعکس نگو. گفت ای خواجه، اگر این خدای بزرگ که بر من محبت نمی داشت، نیم شب از خواب بیدار میکردم، میخواستم نماز تهجد میخوندم. عقلی تو در کجا است؟ اینا تو مست خواب هستی؟ شیخ طایفه من خواستم در نمازم. همین نشانه محبت پروردگار نیست؟ این همین نشانه محبتش است که ما را قایم داشته است در خواب غفلت هستی. واقعا اگر خدا کسی که دوست نداره هدایتش میکنه،
از ضلالت و گمراهی نجاتش میبخشه؟ هرگز نه. چون در این دل برق مهری دوست جست، اندر آن دل دوستی میدان که هست. خدا را دوست میداری، پیغمبر را دوست میداری، بفهم که خدای تعالی به تو نظر عنایت داره، خداوند تو را دوستت میداره. اگر دوستت نمیداشت محبت خودش در قلبت نمیانداخت. در دل تو مهر حق چون شد تا، حق هست حق را بگمان مهری تو. هیچ بانگ کف زدن ناید بدر، از یکی دستی تو به دستی دیگر یک دست صدا نداره. برای آنکه قرصک شود دو دست لازم است. محبت یک طرفه نمی شود، برای آنکه محبت باشد دو طرف لازم است. تشنه می نالد که ای آبی گوار، آب هم گوید که کو ای آب خور. ما ای خدا میگیم، خداوند میگه ای بنده بیا به نماز، بیا به عبادت، آخه تو بیا پیش من دعا کن، من دعا قبول کنم. یا الله میگیم، الله اکبر میگیم، در جواب خداوند صد لبیک مو میگه، اما ما گوش شنیده نداریم. کسی از خادمای سری کنیزک گفت یک کنیزک ابله چقدر گریه میکنی؟ یا چشمت قریب کور شده است، میترسم چشم دیگر هم کور میشه، دیگر تو به کسی در کور نمیشه، کمتر گریه کن. گفت اگر خدای تعالی داخل جنتم کنه تمام اعضای بدنم چشم میشود، تمام اعضای بدنم چشم میشود. نه که اگر از رحمتش محروم کنه و از دیدار محروم کنه، خدا بگیرم چشم را که از دیدار پروردگار محروم باشه، در کار نیست برای من او چشم. سری گفت کنیز گفت تو آزادی، تو قسم به خدا گفت غیر خدا بندگی کسی را نمیشویی، تو بنده الله هستی، همین کفایت میکنه، برو آزاد. حتی نفقش با براش داد، مدت چند ماهی نشه که یگانجا عذاب نکشه، تل بندگی نکنه و کنیزه که آزاد کرد. یک زن ابو بین غیرت شجاعت چه سبحان الله. ما و شما خوشمون نمیاد که 5 وقت نماز بیاییم با جماعت در مسجد ادا کنیم، چه برسه با این غیرت و با این شجاعت. حضرت شعیب پیغمبر علیه السلام قبل از او که پیغمبر خدا شود، قبل از او که خدای تعالی او را به پیغمبری مبعوث گرداند، عابد بود، یک عابد خدا پرست، زیاد میگریست است، گریه و ناله میکرده است، اهل تضرع بود. حضرت مولوی قصهش آورده است در دیوان کبیر شمس. ای دل چه اندیشیده ای در عذر آن تقصیرها، از سوی او چندان وفا، از سوی تو چندین جفا. ای مسلمان میگم تو اندیشه آخرت نمیکنی؟ چه عذر می آورده باشی در پیش پروردگار که اینقدر وفا، اینقدر محبت از جانب خدا، اینقدر بخشش، اینقدر عطا برای تو، در عوض از جانب تو اینقدر جفا، اینقدر سرکشی، اینقدر عناد، اینقدر خدا ناشناسی. از بد پشیمان میشوی، الله گویان میشوی، آنگه تو را او میکشد تا وارهاند مرد را. صدقه الله بزرگت کنه که همین قدر گناه میکنی، با وقتی که پشیمان شدی، با توبه کردی، خداوند گناهات میبخشد. بانگ شعیب ناله اش، آن اشک همچون ژاله اش، چون شد ز حد از آسمان، آمد سحرگاهش ندا. در مجرمی بخشیدمت، از جرم آمرزیدمت، فردوس خواهی دادمت، خاموش رها کن این دعا. وقتی که میگه حضرت شعیب در گریه و ناله خداوند غرقه گشته بود، یک شب یک صدای برآمد که ای شعیب بس است که دیگه گریه نکن، گناهکار باشی گناهات بخشیدم. اگر فردوس در کار طلب داشته باشی جنت فردوس برات دادم، بس ای دیگه گریه نکن. گفت تا نه این خواهم نه آن، دیدار حق خواهم عیان. گر 7 بحر آتش شود، من در روم بحر لقا. گفت نه پروای جنت دارم نه ترسی دوزخ.
دیدار خدا را میخواهم گفت. اگر همه 7 اقیانوس هم آتش و از او طرف یا الله بزرگ گفت اگر ذره اشارت هم کنی میپرم سرکی. و رانده آن منظرم بستست از او چشمی ترم، من در جحیم اولاترم جنت نشاید مرمرا. اما اگر پروردگارو از دیدار خودت ما را بی نصیب کرده باشی، جای من همون دوزخ است، چا میکنم من جنت؟ جنت مرا به روی تو هم دوزخ است هم عدو، من سوختم زین رنگ بو کفر ایوانی بقا. جنت برای من دوزخ میشه و اگر به شرطی که از جمال تو محروم شم. گفتند بار کم گریی تا کم نگردد مبصری، که چشم نابینا شود چون بگذرد از حد بکا. گفتند یا شعیب بسیار بد گریه نکن، که آدم وقت زیاد گریه کرد چشم خیره می شود، نوری چشم می رود، کور می شوی، می مانی پا بر جا. گفت ترده چشمم عاقبت خواهند دیدن آن صفت، هر عضو من چشم می شود کی غم خورم من از عما. و عاقبت این چشم من محروم خواهد ماندن، تا کور گردد آن بصر کونیس لایق دوست را. گفت ای مردم جاهل، اگر خدای بزرگ به جمال خود بارا میسر بگرداند تمام اعضای بدنم چشم می شود، من کی پروای کوری دارم؟ اما اگر پروردگار از جمالش محروم گردانده باشد، خداوند کور کرده و چشمی را که از دیدار خدا محروم است. چند هر کسی در خورد خود یار گزید از نیک بد، ما را دریغ آید که خود فانی کنیم از بحر لا. حضرت مولوی میگه هر کس در خورد خود با قوت خود با امکانیت خود برای خود یک دوست انتخاب میکند، یک یار انتخاب میکند، هر جنس با جنسی خودش پرواز میکند. من دریغ میدارم خودم که از برای لا گفت فانی کنم. یعنی دوست من خدا را میگیرم، خدای لایزاله، خدایی را که فنا نداره، خدای جاویدانی را، خدای غنی و بزرگه که کرای دوستگیری خداوند متعال است. پس نماز باید با خشوع باشد. افسوس صد افسوس که امروز واقعا نمازخوان زیاد داریم اما خاشع کم است، اهل خشوع بسیار کم است. یکی از نشانه های وقوع قیامت نیست نابود شدن خاشعین است، ذاکرین، ساجدین، کسایی که خشوع دارن. یک وقت ما کودک بودیم، یادم هست در پیش بعضی مصفدان نام محمد صلی الله علیه و سلم هم میگرفتن، زور زور گریه میکردن. قسم به خدا من یاد دارم. یا یگان نعت در وصف پیغمبر صلی الله علیه و سلم میخوندن، از گریه را سست میشیدن. امروز بسیار کم مونده است این طایفه، بسیار کم مونده است. در حدیث اومده است، امام طبرانی به اسناد حسن روایتش میکند، از ابو دردا رضی الله عنه صحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بار ارشاد فرمودند، اول شیء یرفع من هذه الامه الخشوع. پیغمبر خدا گفت اول چیزی که از این امت گرفته می شود انمی خشوع است، انمی ترسشون است، محبتشون است. اول همین را می بردارن. حتی لا ترى فیها خاشعا، حتی که در میان امت یگان آدم خاشع پیدا نمیکنی. نماز میخونن به ظاهر اما خشوع که نباشد، آخه اون نماز چی زیب دارد، چی زینت دارد، چی جلا دارد، چی رغبت دارد. همه همی وابسته به خشوع است برادرای عزیز. خشوع در کدام صورت می شود؟ در صورتی که نماز ما کامل باشد، در صورتی که رکوع و سجده ها را پر رعایت کنیم. ببینید برادر ما شکایت میکنه که جوانا رکوع و سجده را پر نمیکنن، از رکوع سراسیمه میخیزن، قامتشون حتی در رکوع پره خشرو خم کردن نمیتونن، قومه و جلسه را رعایت نمیکنن، چیزی که در متن مکتوب برادر اومده است. واقعا درست میگم. در خبر اومده است حدیث متفق علیه، حدیثی که بخاری و مسلم روایت میکنن، از حضرت ابو هریره رضی الله عنه راوی امت اسلامی
ابو هریره میگه دخل رسول الله صلی الله علیه و سلم المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلی الله علیه و سلم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم بار داخل مسجد شده بود. یک مرد میگه داخل شد، نماز خوند در یک گوشه مسجد. بعدا اومد نزد حضرت، سلامش گفت. فرد حضرت رسول الله جواب سلامش گفت و قال ارجع فصلی فانک لم تصلی. گفت ای مرد برگرد، نماز ایسر بخوان که تو نماز نخوندی، این نمازی تو قبول نیست. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. رفت میگه به گفتگو اثر نو نماز خوند، باز اومد السلام علیکم یا رسول الله گفت. حضرت در جواب گفت ارجع فصلی، برگرد گفت نماز تا ایسر بخون که نمازت قبول نشد، تو نماز نخونده. ثلاثا بخاری و مسلم روایت میکنن که همین کار 3 بار واقع شد، 3 مرتبه. وقتی که باری سوم هم خواند و آمد که حضرت همین سخن گفتش، این مرد گفت یا رسول الله والذی بعثک بالحق فما احسن غیره فعلمنی. ای حبیبی خدا گفت قسم به همون خدایی که تو به حق به پیغمبری برگزیده است، از این بهتر من خونده نمیتونم، همه کم دونم، تعلیمم بته نباشه که چی خیلی بخونم. حضرت صلی الله علیه و سلم در پهلوش قایمش کرد، رو به سوی قبله تاکیدش کرد اذا قمت الى الصلاه فکبر. گو وقتی که به نماز قایم شدی اول تکبیر گوی، تکبیر تحریمه الله اکبر. ثم اقرأ ما تیسر معک من القرآن. بعدا گفت از قرآن هر چی که میدونی، هر سوره میدونی قرائت کن در داخل نمازت. ثم ارکع حتی تطمئن راکعا. بعدا رکوع کن گفت تا زمانی که تمام اعضای بدنت آرام بگیره در رکوع. این رکوع سراسیمه نمیشود. حتی تطمئن راکعا، آرام بگیری در رکوع. ثم ارفع حتی تعتدل قائما. بعد سرت از رکوع بردار، سمع الله لمن حمیده، تا اینکه قائم در حالت قیام تمام اعضای بدنت آرام بگیرد. همه حالت قومه میگویند، همه حالت بعد رکوع خستن سمع الله لمن حمیده، همه حالت قومه میگن. برادرای عزیز، قومه باید رعایت شود. این از تعدیل ارکان است. نزد امام اعظم ابو حنیفه و امام محمد قومه سنت است، سنت مؤکده پیغمبر است. نزد امام ابو یوسف قومه فرض است به دلیل این حدیث. حتی امام ابو یوسف میگه کسی قومه نمیکند نمازش درست نیست. اکثر ایمان نمیکنه. سمع الله لمن حمیده قومت درست نکرده، خودمون نمیدونم مثل یک زاغواری در زمین میشپیم. و من پیغمبر چیش گفته است یا عربی را حتی تعتدل قائما. برای آن که همون قومت درست پره شود، بعضی دعاهای معصوره هست، همونا را به زبان تو تلفظ کنه، انشاءالله تا زمان او را تلفظ میگیره قومه هم واقع میشود. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیه. همین سخن بگو انشاءالله قومت پره میشود، بسیار عالی جناب میشود. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا. بعد حضرت میگه سجده کن تا اینکه در سجده آرام بگیری، سراسیمه سرت نبردار. حتی تطمئن ساجدا. بعض امامی هست که حالا همی سبحان گفته نگفته که سرش میبردار از سجده. ایچی خیل سبحان ربی الاعلا گفت، چند بار گفت، خدا خودش میدونه. ثم ارفع حتی تطمئن جالسا. بعد سر از سجده بردار گفت و بشین تا زمانی که تمام اعضای بدنت آرام بگیرن. اینا در اسلام جلسه میگن. در علم نماز جلسه یعنی بین دو سجده نشستن جلسه میگن. همون جلسه باید رعایت شود. متاسفانه ما شخصایی داریم که ای سجده یکم سرش اندکک میبردارن و شیشته همین تا منتظر ایستادگی این هستند. میگویی
100 متر میدویده باشه، هم خدر تیار ایستادگی. حال آنکه باید بشینی حتی تطمئن جالسا. جلسه نزد امام اعظم ابو حنیفه سنت است، اما نزد شاگردش امام ابو یوسف القاضی فرض است. میگه کسی اگر جلسه نمیکنه نمازش قبول نیست. دلیلش همین حدیث پیغمبر که یک مرد 3 بار گردوند که ارجع فصلی فانک لم تصلی، برگرد گفت از سر نماز بخون که تو نماز نخوندی، نمازت قبول نیست. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، با سجده دیگه مکن و در همون سجده به مقدار بس که تمام اعضای بدنت آرام گیرن. این تعدیل میگن، این واجب است، تعدیل ارکان. ثم افعل ذلك فی صلاتک کلها، بعد گفت همین کارا را در تمام نمازت انجام بده، در هر رکعت رعایت کن. این حدیث متفق علیه است برادرای عزیز. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابگان بزرگ خچ نهی کرده است از سراسیمه و تیز نماز خواندن. در روایت اومده است از حضرت ابو هریره رضی الله عنه، حضرت میگن نهانی خلیل عن ثلاث، دوست من محمد صلی الله علیه و سلم از 3 کار مرا نهی کرد، از 3 عمل نهیم کرد. عن ثلاث، نهانی عن نقره کنقره دیک و عن اقعاء كاقعاء الكلب و عن التفات كالتفات ثعلب. از 3 عملی که شخص شبیه به حیوانات میکند برای بگم معن کرد. اولش از دانه چیندن مثل دانه چیندن خروس دیده سراسیمه از زمین دانه میچینه. همون شخصایی که تست سرشون در سجده میزنن و میگیرن حکمش حکم همون خروس است. پیغمبر نهی کرد میگه از این کار. دوم از نشستن مثل نشستن سگ چخل میشینه، میدونه نوخی دو پای پیش چخ میمونه و پوچوش چی میگیره اقعا مثل، یعنی که بعضی برادرای هستن که میشینن و بعد پاشون نخیل است. این اگر عملی نشانتم نمیفهمی. علم خیلی شیشتن درست نیست بچه ها، نه در نماز نه در غیر نماز. از برای خدا نخواد در مسجد خانه خدا بیایی هم تا پهم کنی بشیدی شرم نمیداری. کویا بار در پیش رئیس تمو خیلی بشید قور تا میکنه. ایت در پیش خدا شیشتای، در خانه خدا شیشتای، ایرا اقعا میگن نشستنی مثل نشستنی سگ. این برای مسلمان زیبنده نیست. من که شخصا کسی را ببینم نصیحتش میکنم، نه که متاسفانه در جامعه زیاد هستن این طایفه مردم. و سوم از التفات مثل التفات روبه، سر ای طرف گردونده تماشا کردن. همین پریروز بود والله اعلم، مسجد که میام یک برادر در بیرون نماز نفل نیت کرده است. نیت کرد الله اکبر، دستوش در زیر سینه‌اش بست و روش سینی من کرد دیگه هم کرد. روزی گفتم اگر چشم ای سینه کنم با سلام هم میتد در دور نماز. آخر وقتی که تو اقتدا کردی و نیت کردی توجهت به سوی پروردگار شد، برای تو درست نیست دیگه این طرف و طرف نگاه کردن. ولی بعضی برادر است در نمازای با تماشا میکنه صفارا کی اومده باشه چند کس باشن، ممکن نیست. پیغمبر از آن التفات مثل التفات روبه امتی که معن کرده است که اگر همین خیلی کنی اخیر روبه صفت میشه، نکنی همین کارا را. از این خاطر برادرای عزیز خشوع در نماز بسیار بسیار مهم است. در روایت اومده است پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید اسرق الناس الذي يسرق من صلاته. عبدالله ابن مغفل رضی الله عنه روایت میکنه که بار رسول الله صلی الله علیه و سلم را نصیحت کرد، گفت دوستترین دزدها، دوستترین مردمان کسی هست که از نماز دزدی میکنه. حیران شده میگه، گفتم یا رسول الله کیف یسرق من صلاتی، از نماز چخل دزدی میکنه؟ نماز چی است که او را میگیری میدزدیش؟ چخل از نماز دزدی میشد است؟ حضرت گفت لا یتم رکوعها ولا سجودها. دزدی کردن از نماز ای است که رکوع و سجدهش پر و کامل نمیکنه، رکوع و سجدهش ناتمامن،
پررو و خشنو نیستند. همین دزدی از نماز است. و ابخل الناس من بخیل بالسلام. و در دوامش حضرت گفت بخیل ترین مردم شخصی هست که با سلام بخیلی میکنه. انمی در سلام دادن بخیلی میکنه. خیلی سلامش دادی ایتی اگون جتلم نشید کو. اگر در همی که بخیلی کردی یا در علی گرفتن بخیلی کردی پس تو بخیل ترین مردم هستی. یا شخصایی که قوما و جلسه را رعایت نمیکنن بسیار حکمشون سخت است برادرای عزیز. حتی حضرت رسول الله تحذیر داد لا ينظر الله الى عبد لا يقيم صلبه بین رکوعه و سجوده. خداوند متعال گفت به مردی که قامت در قومه راست نمیکنه در جلسه پریخشون نمیشینه فردا روز قیامت نظری رحمت نمیاندازه. از نظری رحمت خدا این طایفه مردم محروم میشوند. ای مردم ما معتقد پیروی مذهب امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله هستیم. پیروای اون مردی بزرگ هستیم که هر کسی را میخوانی در مناقبش شخصای بزرگ وکی ابن جراح و امثال اونا میگن از ابو حنیفه رحمه الله خوشنمازتر ما کسی را ندیده ایم. در نماز تو همین درجه را خشوع داشت. نماز کامل پره میخوان. اگر نمازی ما کامل پره نباشد وای به حال ما که نماز ما قبول نمیشود. یکی از سبب‌های همون کامل پره نخوندن چی است؟ کاری دنیا. یا میگیم تجارت مدیر میشود، یا میگیم طعام دسری دسترخوان خنک میشود، یا فلان برادر دعوت میکرده است. همین نفسی پلید دنیا است. قسم به خدا این همین نفس وادار مو میکنه که نماز سراسیمه بخونیم. بعد میریم دستری دسترخوان یک نیم ساعت لق 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 گپی بهوده دنیا میگیم. نمازی که تکبیر اولش از دنیا و نوش نعمت دنیا همه بالاتر و بالاتر است برای ما ترک میشود پروا نداریم. پس برزیدی همین نفس مبارزه بردن در کارای نماز. از نفس از دنیا بالاتر اگر ندونیم وای به حال ما. اما این نفس چیزی نیست که زوری هر کس به او برسه. اگر از خدا ترس نداشته باشی، اگر کاری آخرت از کاری دنیا بالا نگذاری، هیچ وقت از عهده مغلوب ساختن نفس نمیبری. از حضرت مولوی یک قصه براتو بکنم که عادت کرده ای دیگه. بعضی برادرها ختم و دعوا میکنن که امروز چرا مولوی خونده نشد و برای زکخر شدگیان گسترانوم شدگیان علاکه هم لذت چیزی را چشیدی دیگه دویم در طلبش میشوی. حضرت قصه میکنه در مثنوی شریف یک حکایت بشنو از تاریخ گوی تا بری زین رازی سرپوشیده بوی. مارگیر رفت سوی کهسار تا بگیرد او به افسونهاش مار. یک مارگیر به دست مارباز در کیستان مار بسیار می شود. یک روز برای شکاری مار کیستان می رود. مار زهرش می فروشن، پوستش می فروشن، بعضا خیچ از زنده می فروشن. از همین خاطر مارگیرها هم یک درآمد دارن. اژدهای مرده دید آنجا عظیم که دلش از شکل او شد پر زیبیم. یک اژدها دید موری به حد کلان، همین قدر کلان بود که همون مردگی بود. دیدش میگه تلخش کفید. به همین درجه بدوی ما بسیار با هیبت. مور خودش چیزی با هیبت های شاید یکون اناکوندا دید است. توخی او همه مرده گمان بردش ولیک زنده بود و او ندیدش نیک نیک. اوزی سرماها و برف افسرده بود، زنده بود و شکل مرده می نمود. ای خلکی را کرخ شده بود است. این مار رو حیوانهای خزنده میدونه یک کرخت میشوند اگر خنک شود. کرخ شده ای خنکی را ای خیالی کرده است مرده است. خشرو نگهش نمیکنه گمان کرد که مردگی ای. مارگیر آن اژدها را برگرفت سوی بغداد آمد از بحر شگفت. گری در یک خلطه کلان بارش کرده در عربه بسته کشید آوردش به شهر بغداد برای تماشا که مردم در حیرت میمونن. جمع آمد 100,000 ژاژخا حلقه کرده پشتی پا بر پشتی پا. همه آدمی بیکار خوجا بسیار ای اوازه شد یک وقت 100,000 آدم میگه تماشا اومدن.
میگن مرگیر اژدها آورده است، بلعجب نیکو شکار کرده است. بچه گفتن یک مرگیر اژدهایی بسیار بدوای ما آورده است، خوب ببینیمش چه خیله. اژدها که زمهریر افسرده بود، زیر 100 گونه پلاس و پرده بود. در بلاش لطفته بسیار پرت افته است که یکی بعد نشانش بتمم ای مردم پول جمع کنم گفته کن. آفتاب گرم سیرش گرم کرد، رفت از اعضای او اخلاط سرد. آفتاب که تافتش آفتابی وقت داد، آسته آسته کرختش از بدنش دور شد. مرده بود و زنده شد او از شگفت. اژدها بر خویش جنبیدن گرفت. اگر 8-10 متر باشه تلخت میکپاخی. یا وقت همون چیزی مردگی در حرکت در اومد. خلق را از جنبش آن مردمار گشتشان آن یک تحیر 100,000. دیگه مردم در دهشت زدن. بس خلایق در هزیمت بس خلایق کشته شد. از فتاده کشتگان 100 پشته شد. دیگه داد فغان شد. این خونه سوخته زنده به دست گفته. مردم همدیگه را در ازدحام زیر پا کردن. چنان ازدحام میشید که دیگر بیچاره آدمای غلطیدگی را دیگر رو لغت کردن. اگر هم یک فتنه شوه تو میدونه که چیکار میشوه. دیگه سری راه مردم گرفتن نمیشوه. صدها آدم میگه در زیر پای مردم کشته شد. مرگیر از ترس بر جا خوش گشت که چی آورده من از صحرا و دشت. گفت خاک در سرت ای چی بلا به تو آوردی، ای چی کاری به تو کردی. اژدها یک لقمه کردان گاج را، سهل باشد خانخواری حجاج را. در پیش 6 تا دیگه شوخ شده که اول چیزی که در پیش چشمش غلطید اما مرگیر بود. این چند ماه طعام نخورد است آخی در حالتی که رختی. همین اول همین را گرفت کرد کرد. مورای کلون در بکشن کو. خیش را بر استون پیچیده بست، استخوان خورده را در هم شکست. بعد به عادت مورا خودش در یک ستنی غوث پیچون همین یک کشیدش تمام استخوانای بدن در شکم مور همه خورد و میده شد. ببینی یک فتنه اکو مور بسیار نمیخوره، همون یک آدم خورد سیر میکنه یا هفته دیگه شاید بگرده. اما یک فتنه ببینه که سبب کشته شدن هزارها آدم شد. هزارها آدم زیر پا موندن، زیر قدم موندن. برای چی؟ برای احمقی یک بفراست که ماری زنده را مرده گمان کرده و برای یک تماشای به معنی گرفته است آورده است. برادرای عزیز از فتنه احتیاط کنید. از فتنه احتیاط کنید که فتنه بسیار وزنین است، فتنه بسیار گران است. افسوس و صد افسوس همه ما هم که آدم مشیری خام خورده ایم دوست می‌داریم هر خیل سنساتسیا را، گپای بیهوده را، گپای بی معنی را. اولش که هر سخن قبول نکنه، باور نکنه. دومش که فندی هر کس نخره. امروز در جامعه دشمنای هست، شخصایی هست که آرامی را نمیخواهند، علمی تنجی را نمیخواهند. از برای خدا این نعمت آزادی، نعمت آرامی و نعمت تنجی نعمتی هست، این را به مال مهنت دنیا خریده نمیشود. شما میدونید این بسیار نعمتی بزرگ است که آرام کجای بخواهی بروی، هر چیزی میخواهی بخری، چی نوعی میخواهی زندگی کنی، بخواهی مسجد برا، بخواهی بازار برا. این نعمت است، بسیار نعمتی بزرگ است. شما را به خدا قسم مخصوصا جوانا بسیار احتیاطکار باشید. در همین جاده بسیار احتیاطکار باشید که با مبادا فند و فریب کسی را بخری. ما شکر میکردیم که الحمدلله در سرزمین ما همین بعضی عملهای ناشایسته که متاسفانه دشمنای اسلام با نام اسلام از نام مسلمان ها انجام میتن نیست، نبود. مثل ترکیش، مثل کفاندن نفس، همه چیز الحمدلله در ما نبود. اما ببینه که امروز کوشش کرده زیان که همه را در سرزمین ما هم جاری کنن. این چی اسلام است که آدم در میانش دینامیت ببنده و خشب را در پیش مسلمان ها بتر کنه؟ از برای خدا کجایی را اسلام میگن؟ یک ذره اندیشه کنی برادر عزیز. پیش از او که با کار میروی مردا از احوال فرزنداتو با خبر باشی که انمو مثل انمو مور برین دشمن افسون داره، حیله داره، با سخنای نرم گرم، با سخن از اسلام نمیدونم از افتخارات اسلامی بچه هایش گرم کرده و در دام خود نغلطونه. باور کنه این استقلالیت، این آزادی که ما و شما داریم بسیار نعمتی بزرگ است. احوالی برادرای افغان ببینید،
30 سال شد هیچ آرام نمیشوند، هیچ تین نمیشوند. حال زار عراق ببینه، در طرز حراس باشه که بازار میرم که یکی یگان کس خچه بکفونه از برای خدا. همین اسلام است. مسلمان نخو خچه بیاره در پیش مسلمان ها بکفونه، کجای اسلام است؟ مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان راستی یک مراجعتنامه نوشته است. مراجعتنامه در مسجد در نمازهای 5 وقته در نمازهای وقتی خوانده شده است. همه مسجدهای قزاقستان الحمدلله این خوانده شد. من گمان میکردم که شما هم ایرا در مسجدات خواندن، برای که در تمام مساجد جمهوری باید که همین پخش شود. و واقعا بعضی عملهای شنیع، بعضی عملهایی که دلالت به تروریسم دیگر میکنن از جانب مرکز اسلامی سخت محکوم شده است. اینجا ما امکانیت کلا خواندن ایران نداریم. اما باز براتون میگم برادرای عزیز، کشتن مسلمان بزرگترین جنایت است. کشتن مرد مسلمان اگر تو میدانی که همون مسلمان است بزرگترین جنایت است. خدا را خوش نمیآید. کشتن یک شخص خدای تعالی با کشتن تمام مردم، تمام انسانیت برابر کرده است اگر مسلمان باشه. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. هر کسی میگوید خدای بزرگ یک شخصی را به عذر، به جنایت، به کشتن دیگر کس به قتل میرساند، این گویا که تمام مردم در یک جایگی کشته است. قتال المسلم کفر، در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم اومده است کشتن مرد مسلمان کفر است. ما حق نداریم این کارا کنیم از برای خدا. تا کی ما مثل کودک هستیم ما را فند فریب میکنن دشمنای اسلام، کسایی که در خون اسلام تشنه هستند، ما اون شما را فند فریب میکنن در میان ما نمیدونم بمب و گرانت هم میبندن و میبرن در یک جا ما خودمون بهتر کنیم. کسایی این کارا میکنن حرام میمرن، حرام، از رحمت خدا دور. فردا روز قیامت با او کسایی که به سبب ترکاندن یا کشته شدن همه دامنگیر هستند. تا زمانی که او شهید، او شخصی کشته شده گناه قاتل نبخشد، خدا به هیچ وجه نمیبخشد. برای این مسئله بسیار مسئله جدی است برادرای عزیز، بسیار باید احتیاط کنیم. شما کتابای فقهی را ببینید، یک قلعه مسلمانان مثلا کتاب جهاد است، قلعه از کفار بر ضد مسلمانان جنگ میکنند. مسلمانان قلعه را فتح کردند. اگر میگه در میان مردم همون قلعه مسلمان اگر اسیر باشد، مسلمانان حق ندارند که اهل اون قلعه را قتل کنند که یکی خدای نکرده همون مسلمان اسیر نباشد. این شما میفهمید که حکم انسان، خاصتا او انسان وقتی که مسلمان است در پیش پروردگار چقدر بلند است. از همین خاطر انشاءالله قوم مسجد ما که همه بسیار جوانای دانشمند عاقل با عقل هستند، زیرا اکثریت این مسجد شخصایی تشکیل میکنند که از علوم اسلامی برخوردار هستند، طالب علم هستند، در دانشکده و دانشگاه های دنیوی و دینی میخوانند. از همین خاطر من یقین دارم که ما هرگز به فند و فریب دشمنا داده نمیشویم. اگر مبادا در کجای همین کارهای نامشروع هم که دیده زود صد راه شوه، زود این راه منع کنه که خدای نکرده مثل همون کفکز سرزمین ما هم به همین بلا گرفتار نشود که باور کنه قسم به خدا این عمل بسیار عملی نوجوان مردانه است، بسیار عملی بی‌غیرتانه است. از خداوند متعال تمنای آن را دارم که پروردگار استقلال و آزادی و آبادی و فیض و برکاتی را که به این سرزمین عطا کرده است دیگر از ما دور نسازد و خداوند مردم مسلمان این سرزمین صاحبی هوشیاری و بیداری گرداند که مکر و فریب و دسیسه دشمنان را نخرند و پروردگار مساعدت فرماید که همیشه هوشیار باشیم. خدایا محبت این سرزمین، محبت این دین بزرگ در قلبامون جای کن. پروردگار فراست اسلامی برامون عطا کن. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده است اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. از فراست مؤمن اندیشه کنید که مؤمن به نور خدا نظر می اندازد. پس پروردگار و حقیقت از باطل برامون آشکار ساز، نگذار که فند فریب دشمنان اسلام آخرین و خداوند و اسلام عزیز در سراسر عالم منتشر پیروز گردان. عقب باقی مانده قصه‌مون میگیم.
حضرت مولوی قصه را بیهوده نمیگه، فقط برای حکایت کردن نمیگه. حضرت میفرماید نفستش در هاست او کی مرده است، از غم و بی‌آلتی افسرده است. انمو اژدها نفسی تای، او مردگی نیست. تو خیال نکن که نفس ما کشتم، یک ماه روزه گرفتم نفس ما کشتم، نه. او از غم و بی‌آلتی، از همو امکانیت نداشتن، مثل که مار کرخت میشود، کرخ شدگی های. کرمک است آن اژدها از دست فقر، اژدر گردد ز جاه و مال و سقر. ولی رنگی کرمک است برای که فقیری، انا صاحب مال و ثروت شدی، صاحب وظیفه و منصب شدی، او خانه سوخته اژدها میشود، انا بعد شروع میکنه کورا. بله بسیار کسایی را دیدم که در وقت فقیریشون رمزخوان بدن، خدا ترس بدن، نسبت مردم مهربان بدن، اما وقتی که صاحب وظیفه و منصب شدن خودشون گم کردن، خدا را فراموش کردن. نماز چی؟ جبر و ظلم بالای مردم را میبینن. زیاد دیدین. ببینه کرمک از آن اژدها از دست فقر، اژدر گردد ز جاه و مال و سقر. تو طمع داری که او را بی جفا بسته داری در وقار و در وفا. تو طمع داری و باور داری که به یگان مشکلی این نفس هم میگیرم میبندم، مثل که مارگیر ما را بسته بود. هر خسی را این تمنا کی رسد، موسی باید که اژدرها کشد. به هر خور خس این تمنا نمیرسه. برای این اژدها را کشتن موسی در کار، شخص بنده خدا در کار، اولیای خدا، دوست خدا، یا کسی که محبت به خدا در وجودش آنچنان مستولی است که دنیا را پشت پا میزنه، به هر کس میسر نمیگردد. در سر دسترخوان شیشته که آواز اذان شنیدی، این نفس میموند. ای بچه این آش افغانی بدست بزن، آش هر روزی تری آش میسر میشود. بعد خیلی نماز خدمت در اینجا جماعت میکنیم میخونیم، همین خیل نیست. همین که شد بفهمم او اژدها در کار درآمد. اناکوندا حرکت کرده است، اشته در سرت بگی. برای او را افسرده کردن، برای او را رام کردن، مرد بدن در کار. جوان مرد با شیر مردیت سبگ ابلیس سید کرد، ای به هنر بمیر که از گربه کمتری. راستی که موضوع خشوع یک کمی دیگرش موند انشالله. خیلی هفته دیگر هم هفته سوال و جواب قرار میتیم. من برای همین سوال و جواب نمیکردم، هم سالیانی در روز یک سوالم یک ساعت میره و با تموم نمیشه. همین قدر کوشش میکنم که سوال را کوتاه‌تر جواب بدم، نه که افسوس که نمیشه. هست پرینتر هست تایر، میدونی نه؟ ما پرینتر نیستیم، ما تایریم. این پرینترش هم 100 متر میدوه، تایرش بعد هم ماراتون میدوه و 1.5 کیلومتر و دیگر. نه که انشالله خیلی کوشش میکنیم هفته های آینده که کوتاه‌ترش بگیریم. افسوس صد افسوس که به همین یک جمله و دو جمله جواب گفتن بر خود مناسب نمیدونم، زیرا که انسان قانع نمیشود. ولی در تلفن هم کار با هم خیلی است. زنگ میزنم، بعد بعضی برادر هم میفهمونی نمیفهمی که با کی گپ زده است. یک جاهلی ابله است. یک برادر دیروز زنگ زده است، دوملو میگه 4 کتاب خونده استم. صاحب کتاب گفته است که شرح این هر سه نوع را گویم، زان که چوگان شرع را گویم. ما ایهمی دور گرفته استیم، فهمونده استیم که برادر چوگانش کلوشکا میشود. برای آدمایی که تاجیکی را نمیفهمند، چوگان کلوشکا ایتا منتظر اینه که بیست بفهم. آخه معنای لغویش فهمونده است، ولی معنای شرعیش خفا میآید. عجب گپای میزنی دوملو، کلوشکا در اینجا چی دخل داره در فقه؟ من که گفتم گپای درست میگم، نه که تو عجب ابلهی هستی، صبر طاقت نداری. آخه رو درگور کلوشکا که نباشه تو پچخل به هدف میرسونی. مقصد که تو صبر که میگه به عقل تو صبر که مثل که با کلوشکا همون توپ به هدف میرسونن، ما هم میگه با واسطه انمی اثرم تو را به هدف میرسونم، شرحت میتون برات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين برحمتك يا رب.